علیکم، چطور می‌تونید بچه‌ها؟ خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با ملینا. امروز ولاگ یک روز با من داریم. بچه الان صبح من الان از خواب بیدار شدم، صبحونمو خوردم و اینکه ما امروز مهمونی دعوتیم، یعنی مامان بزرگم مهمونی دعوت کرده. مامان بزرگم ما رو با یکی از داییام و مثلا زنموی مامانم و عمه مامانم و این کسا دیگه، حالا فامیلا رو دعوت کرده. مامان بزرگم گفتش خونه خودم مهمونی دعوت نمیکنن چون آسانسور داره. میبینیم مثلا بچه کوچیکم هست، مثلا خوششون میاد میرن سوار آسانسور میشن بالا، همین میرن بالا هی میان پایین و خب برقم میبینه ضعیفه دیگه، مثلا یا برق میره یا برق ضعیفه یا خراب میشه آسانسور، میمونن تو اینا. گفتش پس باغ میگیرن، باغ داییم، همون داییم که مامان بزرگم دعوتش کرده. میریم اونجا، دختر داییمم اونجاست، آرینا. بچه تا حالا بهتون آرینا رو نشون دادم ولی امروز اگه خودش دوست داشت بهتون نشون میدم. و اینکه بچه من چند روز پیش یه فیلم گرفته بودم، فیلم نه، یه ویدیو گرفته بودم، داشتم ادیت میکردم و اومدم که بذارم، بخاطر داشتم ادیتش میکردم، ادیتش ناموفق بود، به خاطر همون دیگه من نتونستم بذارم. حالا اشکال نداره، گفتم دیگه الان بیام یه ولاگ بگیرم و میریم باغ. بچه ها یه چیز درست کردم، بلایند باکس میگن، آره فکر کنم بلایند باکس. بذارید الان بهتون نشون میدم. این همون بلایند باکس هست که اینجا روبلاکس نوشتم. بچه فکر کنم از اینا توی یوتیوب دیده باشید که مثلا این شکلی هست، سیبیل داره، ابرو داره و اینجور چیزا، مثلا اینجوری خال داره صورتشون و اینا، و بعدش مثلا با کرم و حالا با برگه که درست میکنیم، مثلا کرم میزنی، سایه میزنیم، ابروهاشو برمی‌داری، سیبیلاشو برمی‌داری، رژ لب میزنی و اینا، میشه این شکلی. اینم پشتشه که مثلا میگم نگاه میکنیم کدوم رنگ در میاد و اینجا چیز میکنیم، تیک میزنیم. بچه حتما براتون فیلم میگیرم چون خیلی باله. یه میگم که فیلم گرفتم اونم براتون میذارم. و بچه این آرمرم من از توی یوتیوب دیدم، توی مثلا هنوز بلد نبودم اینا رو چجوری درست کنم. قبلا یه بار درست کردم و خیلی بد شد، گفتم این دفعه بیام یه دونه بهترش رو درست کنم. زدم توی یوتیوب و پیدا کردم و اون کسی که اینا رو درست میکرد اینجا همیشه کنار چیزاش اینجوری از اینا میذاش، این آرم پروفایلش بوده، عکس پروفایلش بوده و گفتم خب منم دیگه بذارم باحال میشه و خیلی باحاله. بچه اینجا چیز گذاشتم، قیچی که از روی قیچی کنید و بچه من به زور اینا رو جا کردم اینجا. حالا دیگه براتون فیلم میگیرم. بچه من رفتم هموم و اومدم و دیگه الان ساعت 11:30 بعد دیگه من رفتم هموم اومدم و خب دیگه آره دیگه همین. بچه من امروز باشگاه داشتم ولی تعطیل کردم به خاطر اینکه دیروز تعطیل بوده. بچه‌ها گفتن مثلا ما می‌خوایم بریم مسافرت و اینا، باشگاه تعطیل کنیم دیگه، تعطیل کردن و دیگه خب منم نرفتم دیگه. پس فعلا باهات خداحافظی می‌کنم تا موقعی که بخوایم آماده بشیم و بریم مهمونی. بچه الان ما اومدیم خونه مامان بزرگم که غذاها رو برداریم و بریم باغ دیگه. و بچه الان ساعت 4:30 و دیگه اول قرار بود 6 بریم، گفتیم 6 دیگه خیلی دیر میشه، گفتیم دیگه ساعت 4 بیان. 4 اومدیم، نیم ساعت اینجاییم دیگه تا بریم غذاها رو برداریم بذاریم تو ماشین و بریم دیگه. خب یکم ساعت میشه 5 دیگه. آره میریم اونجا و بچه بلایند باکس هم که بهتون گفتم درست کردم، اونو با هم دیگه باز میکنیم، فیلم میگیرم براتون باز میکنیم و دیگه میبینید چه جوریه دیگه. پس بچه فعلا خداحافظ تا موقعی که بلایند باکس رو باز کنم. بچه دیشب که ما رفته بودیم باغ خیلی شلوغ بود و خب خیلی شلوغ بود و نتونستم فیلم بگیرم دیگه. آرینا خوشش نمیاد که ازش فیلم بگیرم و اینکه بچه دیگه دیشبم که دیر رسیدیم، مثلا مهمونا دیر رفتن، ما هم دیگه دیر اومدیم خونه، ساعت 11:30 12 اینا بود اومدیم خونه و دیگه خب خوابیدم سریع دیگه، نتونستم فیلم بگیرم. و امروزم صبح رفتیم تهران که مامان بزرگم هم اومد که بریم مانتو بخریم، بریم مثلا کیفم بخریم، کیف که نداشت مانتو خریدیم اومدیم
و الان ساعت 3:15 و ما ناهار خوریم. ناهارمون هم همون قضیه دیشب بود، مرغ شکمپر با دلمه سالاد ماکارونی دیگه خوردیم. و بچه دیشب مهمونایی که اومده بودن همه‌شون پسر بودن، همه‌شون 6 تا پسر بودن، یه دونم دختر. من و آرینا و یه دختر دیگه که اسمش آیلینه دختر بودیم و سه نفرشون 3 قلو بودن، کوچولو، رفتن کلاس اول. یکیشون هم که دو نفرشون همسن من بودن، یه نفرشون فکر کنم 1 سال از من کوچیک‌تر بودن. بعد آخر مهمونی که دیگه میخواستم برن خونهشون مهمونا، به ما گفتن که بیاید همه با هم دیگه بازی کنیم. گفتیم باشه و گفتن که 5 دقیقه وقت میذاریم. خب اول گفتش ما 3 تا دختر با هم، اون 3 تا پسر بزرگ با هم، 3 قلو هم با هم. اول 3 قلو موندن بیرون، گفت 5 دقیقه وقت میذاریم. ما 3 تا دخترها باید میرفتیم 3 تا پسرها رو میگرفتیم. و دیگه خب چون پسر بودن نمیتونستم مثلا بهشون دست بزنم، لباسشون رو بگم، بلوزشون رو بگم، اینجوری نمیتونستم بگیرم که دستشون مثلا بگیرم و اینا. بعد دیگه خب حالا یه جوری چیز کردیم، 5 دقیقه تموم شد، باختیم. بعد نوبت 3 قلوها بود که برن بگن. خیلی بود انقدر خندیدیم و 3 قلوها کوچولو به ما نمیتونستم بگیرن، مثلا یه چیز میگم یه چیز میشنوید. بعد دیگه بعدش دوباره ما بعد این دفعه پسرا ما رو میگرفتن. بعد هممون دویدیم رفتیم اون ته باغ که اصلا هیچ راه فراری هم نبود، باغچه بود، ولی نمیتونستیم از تو باغچه بریم دیگه. اومدن اونجا هممون رو گرفتن دیگه. بعدش دوباره نوبت چیز شد، نوبت این شد که ما بریم اونا رو بگیریم. میدویدیم دنبالشون، میرفتن پشت چیه ماشینا قایم میشدن این بر اون بر. بعد اونا 3 تا پسر بزرگ بودن، عقلشون میکشه که مثلا چیکار کنن، کجا قایم شن، چجوری بگیرن ما رو. یا مثلا بعدش مثلا ما گروهمون کلا کوچولو، فقط من بزرگ بودم. یا آرینا که میره کلاس سوم، آیلین هم که میرفت کلاس دوم، منم که میرم کلاس هفتم. میگه تو گروهمون کلا من بزرگ بودم دیگه، نمیتونستیم، عقلشون نمیکشید. میرفتیم اون من میگرفتیم و اینا، رفتیم اون من از اون من میدویدم، مثل چی من میدویدم بچه‌ها، مثل چی میدویدم، میپریدم. رفتم بالای سکو، اونجا سکو داشت، اینجوری همچین دویدم اون من پریدم، رفتم گرفتم. اول یکی از پسرها که من هممون گرفتیم، آرینا که اینجوری مثلا این اسمش امیرحسین بود فکر کنم، آره امیرحسین قدش خیلی کوتاه بود، از قدش اندازه آرینا بود. بعد آرینا قدش کوتاه، بعد اینجوری این الان این پشتش رفت همون سمت امیرحسین، رفتش همون سمت چیز باغچه و نشسته رفته بود سمت باغچه و وایساده بود اونجا دیگه، هیچ راه فراری نبود. بعد دیگه هممون دویدیم، من آرینا آیلین دویدیم رفتیم سمتش. آرینا امیرحسین پشتش به ما بود، آرینا اینجوری از شکمش اینجوری گرفت دیگه. بعد 3 ثانیه بعد نگهشون می‌داشتیم دیگه، منم گرفتمش، آیلین هم گرفت، تموم شد. رفتیم بقیه رو بگیریم. اون یکی پسره باشه اول بهتون میگم، یه پسر حسین، خب اونم همسن منه، امیر حسین کلاس 6م. یه میگم اون امیر عباس که اونم کلاس 7م میره. و اون 3 قلوها حسین با هم دیگه 4 نفر داداش بودن. بعد دیگه حسین رو رفتیم گرفتیم، 3 ثانیه شد ولی قبول نکرد، جرزنی کرد قبول نکرد و گفتش نه 3 ثانیه نشد، من فرار کردم و اینا. بعد دیگه رفتم امیر عباس رو بگیرم، من رفتم رو سکو چه جور دنبال امیر عباس میدویدم، ببین میگرفتم ولی فرار میکردن دستمون اینجوری. بعد دیگه خلاصه همینجوری دیگه رفتن خونهشون دیگه. ولی بچه دیشب خیلی خوش گذشت بهم، خیلی حال داد و میگم مثلا کاش زودتر میگفتن اینو بازی میکردیم. آره دیگه. پس بچه ها دیگه ببخشید که نتونستم از اونجا براتون فیلم بگیرم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید.
تا ویدیوی بعدی لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.